سلام دوستای عزیز پارسلو. کتاب اول درس 1 گرامرش رو توضیح بدم که بعد بریم کتاب هستیمون رو شروع کنیم. درس هستیمون رو شروع کنیم با اسلونیتسای عزیز که همان دستور زبان اسلوونیایی است و میدونم شما عاشقش هستین. با هم دیگه شروع میکنیم. اسلونیتسا صفحه 13 هستش. اولش نوشته گلاگول. گلاگول یعنی فعل، نوشته بیتی یعنی همون تو بی، فعل در واقع مصدر هستن هستش. حالا اینو من براتون توی قسمت قبل توضیح دادم، اینجا می توضیح بدم. میگه که یاسم تیسی اون یه اون آقا است، اونا یه اون خانم است یا اون مذکر مؤنث است. این می دواستا وی دواستا و اونا دواستا و میسمو ویسته و اونیسو. اونی که کمرنگ کرده یعنی الان فعلا تو این درس مهم نیست. اونی که مهمه اینه که شما بدونید یاسم تیسی اونیه اونایه و ویسته توی حالت محترمانه. خب نگاتسیا وقتی که دارم منفیش میکنم میشه نیسم نیسی نی، نیس و نیستا نیستا و نیسمو نیسته نیسو. پس اونایی هم که پررنگ کرده اینو که مهمه. سپول مشک سپول شنسکی سپول سرد نیسپول که براتون گفتم اینجا اسامی رو مثال زده. شما میتونید شغل مثال بزنید، میتونید در واقع خاصی سری اسم اسلوونیایی بگه توی که ما تو قسمت اول بدونید، تو قسمت دوم مثلا شغل گفته دیگه، مثلا گفته استودنت کا اوچیتل اوچیتلیسا پسیولوگ پسیولوگینیا. بعد گفته شهرها، نگاه کنید مثلا شهرها مذکر مؤنث، ماریبور لیوبلیانا، شتوتگارت بارسلونا، لوکسمبورگ این آرژانتینا. خیلی خوب. یا توی قسمت آخرم تی و وی رو مقایسه کرده. تی رو بهش میگن تیکانیه. تیکانیه یعنی مردم رو، یک شخصی رو به شکل غیر رسمی خطاب کردن. وی هم میگیم ویکانیه یعنی رسمی خطاب کردن. تی مثلا چی میشه؟ میگم جی ویو آنا کاکوسی دوبرو حالا این تی، خوبم تو چطوری؟ کاکو تی ایمه، کاکوس پیشش، اسمت چیه؟ فامیلیت چیه؟ ادکوتسی اهل کجایی؟ کایسی پوپوکلیتسو کارت چیه؟ و آدیو خدافظ. نتی ویکانی هست، مثلا میگم دوبردان کاکوست گسپا ودا پیبت. خب اسمش اومده است برای اینکه ودا یعنی آب، پیو هم که یعنی آبجو ها. حالا حساب کنید ودا پیبت یعنی مثلا احتمالاً آبجوی آبکی. فامیلش با مزه است. خیلی خوب. نه حالا این ولی خب با مزه است. خیلی کاکوست گسپوت ودا پیبت دوبرو حالا این وی گسپوت کلنت کاکو بام یه ایمه کاکوس پیشته. خب اینجا کاکو بام یه ایمه دقت کنین چون اومده چی شده؟ ویکانیه شده، رسمیه. کاکوس پیش ته ادکودسته اهل کجایی؟ نه ادکودسی ادکودسته. کایسته پاپوکلیتسو شغل چیه؟ و ناسویدنیه. بچه این دیالوگا به نظر ساده میان ولی همینا رو تو امتحانتون هم داریم. من میرم صفحه 14 رو هم براتون فقط یه دور میگم. سی دی هم داره اینجا. سی دی رو لطفاً گوش بدید، واژه‌ها رو تکرار کنید ولی من یه دور میخونم، میتونید بعد از منم تکرار کنید. اتوبوس، بانانا، سیگارتا، چکلادا، دیرکتور، یورو، فوتوگرافیا، گلف، هلیکوپتر، انجینیر، یوگورت، کیلومتر، لیمونادا، موزی، نوامبر، اوپرا، پارک، رستوراتسیا، ساندویچ، استودنت، تلفن، اونیورزا، وینو، زبرا این ژیرافا. صفحه 15 هم که اومده گفته که شما مثلا بیاین، گفته چرکویت سوی ایمه این نپیشت پو مدلو. میگه چرکویت یعنی هجی کنید. الهکو چرکویت این سوالو مثلا مثلا اگر که اسمای ما که واسه اینای خود عجیب غریبه سریع مثلا تلفن میکنه، دارید وقت دکتر میگیرید و
نمیدونه خانومه که شما چی گفتی ها. بعد میگه الله کوچرکویته، میتونی هجی کنی برام؟ الله کوچرکویته. خب اینجا گفته چرکویته چون فرم امره. الله کوچرکویته یعنی میتوانید برایم هجی کنی. سبوی ایمه ناپیشته پا مدل. خب اسمتونم هجی کنی. کدوم اسم ها رو اسلوونیایی رو میدونید؟ اینم که رنگیه، اسم ها رو جدا میکنید، توی به ترتیب حروف الفبا مینویسید دیگه. تمرینایی که خودتون انجام بدید. صفحه 16 هم که باز همینطور یه سری اسم مثلا نوشته موی اسلوونسکی پریاتلیه. خب اسم مثلا دوستتون رو اگه اینجا مثلا تو این اسم پیدا کردین بنویسین. موی اسلوونسکا پریاتلیسا، اون دوست خانومتون که اسلوونیایی اینجا بنویسین. موی سوسدیه، خب همسایه‌تون مگه اگه اسمشو اینجا میبینیم بگین و مویا سوسدا اون خانومی که همسایه هم بنویسید. خب میگه که اسامی در اسلوونیا در سال 2010 و اسامی بچه ها توی سال 2010 نشون داده. هر کدوم بیشتر در واقع معمول بوده نوشته. مثلا بیشتر اسم دخترها بیشتر اسمی که توی اسلوونیا هست ماریاست و بیشتر اسم بچه ها هم مثلا لوکا بوده. لوکا اسم مرده با اینکه آ داره. خیلی خوب، یه اسم خوشگلی هم که به نظرتون میاد آخرش بنویسید. لپو اسلوونسکو ایمه. کدوم اسم نظر شما قشنگ‌تره اونم بنویسید. خب خسته نباشید، میریم درس 1 رو شروع میکنیم.